کامل شده و باید بره برای رنگ، ولی یه مشکلی داره. تسلا حدود 90% زنگ زده و قابل رنگ نیست و همینطور سنباده زدنش اصلا کار منطقی نیست، چون خط و خش بهش میندازه و خیلی زمان بره. تسلا نیاز به یه دستگاهی داره که زنگ زدگیاشو لیزری تمیز کنه. همین حال بود که شرکت نوین تاک از تسلای زنگ زده من باخبر شد و یه مهندس و یه دستگاه 4 کاره برام فرستادن که زنگ زدگی‌های تسلا رو تمیز بکنیم. مشغول پیاده کردن دستگاه و راه اندازی شدیم. جالب که دستگاه آب خنکه و با گاز آرگون و نیتروژن کار میکنه. خلاصه دستگاه رو راه انداختیم و لنز پاکسازی رو جا زدیم. بریم برای اولین بار تستش کنیم. اینو باید عمود بر بدنمون بگیریم با این فاصله‌ای که الان هستم. شروع میکنه به زنگای تسلا رو از بین بردن و دیگه نیازی به سنباده نداره. کار کردم باش راحته، ولی چون زیاد قلقشو نداشتم زیاد باش کار انجام ندادم. جالب فکر میکنی زبره ولی نرمه. این دستگاهی که آورده بودن 4 کاره بود. تمیزکاری، جوشکاری، برشکاری و تمیزکاری جوش. نوین تاک سال 84 تأسیس شده و تمام قطعات یدکی دستگاهشون هم خودشون دارن. در نهایت به وسیله این دستگاه تمام زنگ زدگی این ماشین رفت الان آماده نقاشی و رنگ. و در آخر هم دوباره دستگاه رو بسته‌بندی کردیم و بار ماشین کردیم و از پیش ما رفتن. اگه اطلاعات بیشتری از این شرکت می‌خواید توی دیسکریپشن نوشتم.